سلام عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهرانم در عیسی مسیح. یکی از دوستان از من پرسید که سریال چوزن رو میبینی؟ چوزن، برگزیده، سریال چوزن رو میبینی؟ گفتم که من یه 4-5 قسمت دیدم، خوشم نیومد و دیگه استاپش کردم. گفت بس چی خوشت نیومد برادر داوود؟ گفتم یه چند تا دلیل دارم. اولا اینکه در این سریال از کسانی استفاده کردن که اونا همجنسگرایان رو ساپورت میکنن. مثلا این فیلم بردارش همجنسگرایان رو ساپورت میکنه با قباحت و با پررویی. همون لحظه‌ای که داره مثلا از عیسی مسیح داره فیلم برداری میکنه، همون لحظه پرچم همجنسگرایی هم روی دوربین فیلم برداریش هست. این یعنی این که همون نجاست، این همونیه که یعنی این که شیطان زادگی. واسه همین این سریال رو من ساپورت نمی کنم. این یکی از دلایلش. دلیل بعدیش اینه که در این سریال حضرت متی رو، برادر ما حضرت متی جزء حواریون انجیل نگار، این شخص رو به عنوان یک شخص اینطوری خلوچل و هی درگیر و هی خجالتی، ای وای ای وای ای خدا ای وای، یه حالت اینطوری خلوچل دارن معرفی میکنن برادرمون متی رو، در حالی که کجای کلام نوشته که متی خلوچل بود؟ به علت اینکه باجگیر بود خلوچل بود. بعد دلیل میارم میگم آه چون باجگیر بود چیز شده بود، چون باجگیر بود سرخورده شده بود، چون قوم اینو کنار زده بود واسه همین این سرخورده شده بود. نه، کجای کلام این حرفو زده؟ اصلا اینطور نیست. برادرمون متی رو یه آدم خلوچل و یه تختش کمه معرفی میکنن. بعد عیسی مسیح رو به عنوان یه آدم بسیار کول، خندان، امروزی، او یس فلان، اینطوری یه نیویورکی امروزی رو برداشتن بردن 2000 سال پیش. مثلا داره اونجا عیسی مسیح این روحیه رو داشت. عیسی مسیح خیلی کول و امروزی و فلان بود، دوست گناهکاران بود، اینطوری. در حالی که کلام خدا اصلا هیچ جای کلام نگفته عیسی، یه بار نگفته عیسی لبخند زد، گفته عیسی گریست ولی نگفته عیسی خندید. عیسی شخصی بسیار جدی بود، بسیار بسیار جدی بود. ولی حالا ممکنه یه جایی لبخند زده باشه، میشه انسان لبخند نزنه، ولی اینکه تو داری این شخصیت رو به عنوان یک شخصیت کول امروزی داری معرفی میکنی، نه. من عیسی مسیح رو اینطوری ندیدم. عیسی مسیح یه آدم بسیار استریکتی بود که همینجا داره پتروس رو تشویق میکنه، میگه اسمشو عوض میکنه، تشویق میکنه، میگه این مکاشفه رو از جسم خون نیافتی، پدر من از آسمان برای تو آشکار کرد. و 1 دقیقه بعد به محض اینکه پتروس میاد یه حرفی میزنه که غیر الهیه در مورد اینکه مبادا ای عیسی مسیح مباد تا تو کشته شوی، عیسی مسیح میگه از من دور شو ای شیطان، تو باعث لغزشی. عیسی مسیح اینقدر جدی بود، ولی اینجا داره یک عیسی مسیح بسیار کول و امروزی داره معرفی میکنه. من خوشم نیامد. دلیل بعدیم اینه که توی این سریال شاگردان عیسی رو همه رو لات و چاقوکش و مفسد فی الارض داره معرفی میکنه. مفسد فی الارض، همه غالطاق. آقا درست عیسی دوست گناهکاران بود ولی نگفته حواریونش غالطاق بودن. پتروس مرد زحمتکشی بود، این همه ماهیگیر بودن، زحمتکش بودن، غالطاق نبودن. که یه حالتی یاران مسیح داره غالطاق معرفی میکنه. آقا کلام خدا گفته یعقوب و یوحنا اینا پسران رد یکم خشن بودن، ولی این داره همه رو داره یک چیز معرفی میکنه، آدمای غالطاق معرفی میکنه که بگه که آقا شما هم که غالطاقید بیایید مسیحی بشید، بیایید مسیحی بشید. آمین، اینطوری هست. ولی نه با خراب کردن حواریون مسیح بخواید این پیغام برسونید. طوری دیگر میتوان این حقیقت رو و این مهم رو انتقال داد. اینا دلایل منه که
سریال چوزن رو ردش میکنم، قبولش نمیکنم و پیشنهادم میدم که ساپورتش نکنید، مخصوصا اونجایی که از ایادی و از دستاندرکاران همجنسگرا استفاده میکنه. آقا من نمیتونم در گروه پرستش کلیسای خودم یک گیتاریست همجنسگرا رو بیارم، نمیتونم این کارو بکنم صرفا واسه اینکه مثلا بخوام بگم من آدم کولی هستم و فلان اینا. بنا به این دلایل این سریال من ردش میکنم و پیشنهاد میدم شما هم نگاهش نکنید.